سلام و درود به پایان به کل هموطنان، به کل فارس‌زبانان روی دنیا. شام همگی به خیر و شادی باشد. به یک اعلان ما دقت اندازید. کامیلوف گلمیرزا تاجدینوویچ از ناحیه رودکی، یعنی که لینسکی رایون، از ناحیه رودکی همین بعد از جنگا میبرویا مردک همین کامیلوف گلمیرزا تاجدینوویچ میبرویا و طرف همین اوفا، اکاترینبورگ، تاتارستان، همین سماردا، همین اوفا، همینجا یک بار دو بار میبیننش. دیگه تا به حاضر همین مردک پیدا شدگی نیست. همین کامیلوف گلمیرزا. اگر نفرانی که دیدن یا شنیدن یا میدونن این رقمای فرزندش، علاکه فرزندش کلام و مرجان، مردکی کلام شده این بچهش. مقصد میخواه که پدرش بیاوه. خواهش میکنم همه تماشابینا، همه هم برادرها همین ویدیو رو یک دستی به دست کنین. نفرانی که میدونین یا که با گمان شنیده اینم خیلی همین اوفا و تاتارستان و مقصد اکاترینبورگ، سمر، همینجا که جایی که باشه، اگر با گمانی که گمان برده باشید این رقماشون بچه‌شون عمر نام داره، مرامت زنگ بزنید. البته نفرانی که همین میوان با هدیه هست. ما خودم ایمیل قطعا بچه‌ش میریم یک هدیه خوشرو میتیم که یک عمر درش بیستم. میخواه که پدرش بیوه. خیلی زندگی دشوار بود بعد از جنگ، دیگه هم تا میبرویم میوید، دیگه هم تا سراغی زن و فرزند نمیکنم. همیتم خیلی خدا میدونه خودش اینجا یک شعر بود که زنی شد تترای کاری شد در خطرای. خیلی کی میدونه دیگه چی گپ و چی خبر، اولا جز خدا و همون مرد خودش هیچ کنه میدونه. اگر مبادا همین برادرم زنده باشه بیاو امشب با نور علا نور میشم. زنده و سربلند باشید، گپ زیاد نمیکنیم. اینا مرامت رقماشون زنگ بزنید. باقی سربلند و خانواد باشید. ماه شریف رمضان به همه مبارک باشه دوستای عزیز. میگه عکساش هست، عکسای قدیمی دوره همون دومودی عروسیشون ممکن که حاضی هیچ نشده باشن. 59 60 ساله مردکن، 59 60 ساله مردکن. اگر نفرانی که به گمان برده باشن مرامت همین رقمات زنگ بزنن. باقی سربلند و خانواد باشید. زندگی دوام دارد. خداوند همه تا وقتی خوش لبی خنده در بالای سری فرزندا در پیش پدر و مادر باشید. خدا نگهبان هممون. و در آخر چی گفتنیم؟ مثل هر وقتا نفرانی که در غریبی هم میخوان گرانیتسا بگذارن، اینا شرکت موحدین در خدمت ما و شما. الکی روز تا روز خوب شده است، میگه وضعیت خوب شده است. اینا رقماشون مرامت زنگ بزنین برای گذاشتن گرانیتسا. باقی سربلند و خانواد باشین. خداوند یار و مددگار همه ما.